سلام بر بچه یوتیوب فارسی. من حسنم، اینجا هم کانال حسن بزنه. بچه ها امروز بخوایم بریم کالاف بازی کنیم، ولی کالاف قدیمی ها، کالاف جدیدانه فعلا. مولتی پلیر نه، اون مراحل هست که ستاره بهتون میدن، چالشی هن. اونا رو میخوایم بریم بازی کنیم. بریم جلو عشقا. خب اول میریم بخش اولش رو بازی میکنیم، بعد به ترتیب میریم تا آخر. اینا رو که من از قبل بازی کردم. امروز هم بریم اسنایپر اف آی بازی کنیم، بعدش حالا یکی دیگر هم انتخاب کنیم. اگه توجه کنی سمت راست، این نوشته هایی که زردن، خب یعنی نرمال، سبزش آسونه، نارنجیش میشه تقریبا یه مقدار سخت، قرمزش دیگه خیلی سخت. خب ما اول میریم اینو بازیش میکنیم، میریم داخل. بعد نوشته برامون که 5 تا به اصطلاح مرحله است، 5 تا بخش به اصطلاح که میان سربازا سمت شما. خب اول اسلحه‌مون رو انتخاب میکنیم. این خیلی خوب، اسلحه‌اش میتونه دشمنا رو تشخیص بده از کجا میان، ولی ما میدونیم از کجا میان چون ما اینا بازی کردیم هممون. خب ما اسنایپر بریم تو کارشون. نه نفر دیگه. بیرون پرتشون میکنه، خیلی قوی اسلحه‌اش. 4 نفر کو. خب اگه اونا رو زود نزنم، خب تقریبا دورم میزنن میان بالا سمتم، خاطر همین باید نذارم نزدیک من بشن، چون 2 تا مسیر دارن که میتونن بیان بالا. خب یه 2 نفر موندن. یکیش. خب این بخش اولش تموم شد. ها نوشته بریم. اینم به اصطلاح یه پهباده، بهتون میدنش که میتونید باهاش ازش استفاده کنید. بهشون یعنی بگید که اینجا رو بمباران کنن، که من استفاده نمی کنم ازش چون خیلی آسون میشه. همینجوریش هم آسونه مرحلش. خب 14 نفر. ده نفر. پنج نفر. 4 3 2 یه نفر دیگه موند که بریم برای بخش سوم. خب حالا بخش سومش رو وارد میشیم، ولی تعداد تیرای اسنایپر هم رو نگاه کنید محدوده، زیاد نیست، چون تو بخش پنجمش خیلی زیاد میاد. باید درست ازش استفاده کنم. راهشون رو بستن خراب. من دور میزنن از این طرف میان، راهشون بسته شد از اون. خب 6 نفر موندن. بمیر دیگه لام از سر.
فکر کردم مرده، یه جوری دراز کشیده بود. خب 3 نفر کنم پشت اومدن. آره. خب یه نفر دیگه اومد بالا. خب بالا بخش 4 یه دونه جیپ میاد. عاشقای جیپ. خب سمون و ملخ دارم میدونن سمتم. تموم شد اسنایپرم. باید با این سر کنم، ولی بازم این اسلحه خوبیه. بمیر اومد بالا. 3 نفر دیگه، 2 نفر. وای حرومزاده داشت منو میکشت. ندیدمش یه لحظه کجا بود، ولی داره برام میزنه تو نقشه که داره حرکت میکنه. یه دونه دیگه فکر کنم. کجاست؟ نمیبینمت، بیا بیرون. اونش. خب 50 تیر رو بذار بگیرم. همون اسلحه کانتره، اسمشو گذاشتیم 50 تیر. خب حالا بخش 5 30 نفرن، 30 تا سرباز در دفاع از وطن. خیلی زیادن. خب شدن 16 تا، خدا رو شکر. زیاد بودن، باید میبستمشون در اجوار. اومد بالا. که میان بالا مثل خودت مسلط میشن از بالا، چون الان من مسلطم. اینا هم که میان بالا تو راحت منو بزنن. از پشت اومد. از پشت دارم میان. خب 4 نفر دیگه، 2 نفر. داداش کار میکنه. یه نفر دیگه ما رو نکشه بردیم بازی رو. کجایی؟ بذار با این ببینمش. کجاست؟ بذار با پهباد بزنمش دیگه، آخری هست. گیر کرده بکنم. خب این تمام شد. این مرحله رو بردیم. حالا بریم یکی دیگه بازی کنیم. خب اینا بردیم، اونا رو که از قبل برده بودم. بریم اینو بازی کنیم که تو برزیله، کشور برزیل. خب عشقا، اینجا باید 50 نفر شبه نظامی برزیلی رو بکشیم. تا 3 نفرم حق اینو داریم که به اشتباه اگه آدمای معمولی رو بکشیم به کارمون ادامه بدیم. اینجا دارم اخبار میگم.
نمیخوام یکیشونم بمیره، یعنی تا حد امکان سعیم بر اینه که یکیشونم نمیره. ولی جالبش میدونید چیه؟ اسکولا زیاد خطری نیستن به اندازه سگا، دور از جون شما البته. الان میفرستن دنبالشون که بیان دنبالم. خب بذار اینو بگیرم. خیلی خطری هم. یکی دیگه باید بیاد. خب بریم دنبال کارم. پرچم برزیل. ناش. خب الان باز سگ دوباره باز میفرستم. خب اینا هم مردن. بریم دنبال زندگیمون. برزیل چقدر سگ داره؟ سگ گرگ چیه؟ کجایی تو؟ وای نزدیک بود گلومو پاره کنه. نمیدونم دیگه باز میفرستن از اینا یا نه، ولی دیگه تهشه بازی. چقدر طول کشید؟ 3 دقیقه. 15 نفر موندن. یکم پشت داشت میزد. کجا بود؟ دوازده نفر. همه جا هستن. با سگ. بله یکی دیگه. خب 8 نفر موندن. 6 نفر. 5 نفر. جیزس حضرت عیسی. یا خدا نزدیک بود بمیرم. تمام.
بچه ها اینم بردیم، اگه خوشتون اومده حمایت هم کنید. مرسی. خداحافظ شما.